امسال در مقیاس شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جانب متخصصان ساحت در مساحت عمومی 128,000 گکتار پیدایش ملخ به قید گرفته شده. برای پیشگیری از خروج این حشرات ضرررسان در اساس دستور و سفارش راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با استفاده از تکنیک‌های لازمه و زهرخیمیکات‌ها در موضع‌های پیدایش ملخ کارهای بی‌ضررگردانی از ماه فوریه آغاز گردیده تا امروز در مساحت زیاده از 30,000 گکتار آن به پورگی نیست و نابود کرده شده است. مورد ذکر است که کارها در این سمت تحت نظارت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی قرار داشته برای هر چیز زودتر بی‌ضررگردانی از طرف فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیون مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان، کشاورزان، کارمندان خواجگی‌های جنگل و ساکنان محلی که به این کار جلب گردیدند سری وقت با تکنیک و تجهیزات کاری و زهرخیمیکات‌ها تأمین کرده می‌شوند. در زمین‌های چراگاه و موضع‌های کوهدامن حدود ناحیه‌های وخش و کوشانیان مرحله نوبتی کارهای بی‌ضررگردانی با مرام ادامه دارد. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، دیرکتور گنرالی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیو دانگیا و مسئولین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با رفت کارهای مبارزه بر ضد ملخ شناس شدند. راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان از اجرای کارهای پیش‌بینی شده در موضع‌های پیدایش و خروج ملخ معلومات داده ابراز داشتند که از جمله در این دامنه‌کوه‌ها و میدان چراگاه‌های ناحیه‌های کوشانیان و وخش در مساحت 6,000 گکتار کارهای بی‌ضررگردانی گذرانیده شده، در مساحت 3,000 گکتار ملخ پورا نیست و نابود کرده شده است. گفته شد که برای من بعد پیشگیری از پیدایش و خروج ملخ در دایره همکاری‌های گسترده جمهوری تاجیکستان با این سازمان بین‌المللی با فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیون مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان و کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت تکنیک و تجهیزات لازمه دسترس کرده می شود.